سلام دوستان، وقتتون بخیر. خوش اومدید به آموزش رایگان زبان آلمانی. قراره که توی این صفحه به رایگان شروع کنیم به تدریس زبان آلمانی از صفر و از پایه، یعنی از سطح A11. کتاب منشن رو انتخاب کردیم. کتاب خیلی کاملی هست. میتونید این کتاب رو از زبانسراها و کتاب فروشی ها یا اینکه از سایت ها به رایگان دانلودش کنید و این کتاب رو داشته باشید. صفحه به صفحه قراره با این کتاب پیش بریم و مطالب رو به خوبی یاد بگیریم. این صفحه رو به هر کسی که فکر میکنید نیاز داره معرفی کنید، چون میتونن که به رایگان آموزش زبان آلمانی رو شروع کنن. امیدوارم که دوره خیلی مفیدی باشه براتون و هر سوال و ایرادی هم که بعد از هر جلسه داشتید میتونید با من از طریق دایرکت پیج اینستاگرام در ارتباط باشید. بریم با هم شروع کنیم ببینیم که زبان آلمانی به چه شکله. بریم با هم صفحه 9 کتابتون که صفحه اول از درس اول هست در واقع. تیتر صفحه نوشته هالو ich bin نیکوله، یعنی سلام من نیکول هستم. خب طبیعیه که شما حتی نتونین کلمات رو تلفظ کنید، به خاطر اینکه اصلا نمیدونید آلمانی به چه شکل تلفظ میشه. پس اول بهتره که ما حروف الفبا رو با هم کار کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ حروف الفبا که شما بتونید کاملا دیگه کلمات رو بخونید و با تلفظ آشنا بشید، اون کادر آبی داخل صفحه 9 رو نگاه کنید. کادر آبی داخل صفحه 9 میخواد اهداف درس رو به ما بگه. اهداف درس چیه؟ بخش شنیدار و گفتار درس اول میخواد در مورد سلام و احوالپرسی و خداحافظی به ما آموزش بده. بخش واژگان و لغاتش در مورد کشورها و حروف الفبا هست و بخش گرامرش در مورد صرف کردن افعال و سوالی کردن جملات در زبان آلمانی هست. خب اینا که من بهتون گفتم رو حتما یادداشت کنید یه جا که بدونید کلا درس اول در مورد چه چیزهایی هست. حالا بریم سراغ صفحه 12 کتابتون. صفحه 12 بالای صفحه نوشته داز آلفابت، یعنی حروف الفبا. hören Sie und sprechen Sie nach، میگه گوش کنید و صحبت کنید. ببینید قبل از اینکه من حروف الفبا رو بخونم، این قسمت هایی که هوغن داره، یعنی فایل شنیداری داره، حتما توی خونه گوش کنید این فایل ها رو. حالا اگر کتاب رو به همون شکل فیزیکی از کتاب فروشی ها تهیه کنید که یه CD روش داره و اون CD هوغن همه بخش ها رو شاملش داره و شما میتونید از همون CD گوش کنید، یا اینکه نه، اگر هم که کتاب رو دانلود کردید باز هم توی بخش دانلودا قسمت دانلود فایل های صوتی کتاب هم جداست، یعنی معمولا همون قسمتی که کتاب رو دانلود میکنید زیرش هم یه همچین عنوانی نوشته شده، اونم جدا دانلود کنید که حتما این هوغن ها رو گوش کنید. یعنی من این هوغن ها رو براتون میخونم، خودم معنیاش هم بهتون میگم، ولی اینکه شما گوش کنید این دیگه وظیفه خودتونه و حتما هوغن خیلی قسمت مهمیه، چون هر چقدر که هوغن رو گوش کنید بیشتر به تلفظ آلمانی زبانها عادت میکنید، بیشتر متوجه میشید. مثلا وقتی بخواید فیلم نگاه کنید، آهنگهای زبان آلمانی گوش کنید، یا اینکه کلا بخواید برید آلمان و با آلمانی ها صحبت کنید، با طرز گفتارشون بیشتر آشنا میشید و اصلا تا هوغن گوش نکنید آموزشاتون خوب پیش نمیره. حتما گوش کنید. دفعات اول هم ممکنه هیچی متوجه نشید، این کاملا طبیعیه. اگر تا مدت اصلا زیادی ممکنه همینجوری باشه، شما خیلی خوب متوجه نشید، چون آلمانی زبان ها معمولا تندم صحبت میکنن و اصلا ناامید نشید، انگیزتون رو از دست ندید. هر چقدر هم که متوجه نمیشید باز هم تکرار کنید گوش دادن رو، انقدر پیش برید تا بالاخره یاد بگیرید و کم کم قلق صحبت کردن آلمانی ها دستتون بیاد، بدونید که به چه شکل صحبت میکنن و دیگه بتونید متوجه بشید کامل. خب بریم سراغ حروف الفبا. من شروع میکنم به ترتیب میخونم که شما بدونید تلفظاش به چه شکله. آ ب به همون شکل ب تلفظ میشه. س د ا اف همون صدای فو داره. گ ها
ها. ای. ای ببینید آی انگلیسی به شکل ای تلفظ میشه. ای. یوت. یوت ببینید جی انگلیسی صدای جی نمیده، صدای ی میده. یوت. کا. کا. ال. ال. ام. ام. ان. ان. او. او. پ. پ. کو. کو. اق. اق ببینید این ر توی آلمانی به شکل غ. غ از ته گلو تلفظ میشه، انگار که میخواید قرقره کنید، یعنی صدای ق واضح نمیده. اق. اق یه قی که انگار از ته گلو مثلا انگار دارید قرقره میکنید، به این شکل تلفظ میشه. اس. اس که خیلی جاها این اس صدای ز میده. ت. ت. او. او. فا. فا. و. و. ایکس. ایکس. اپسیلون. اپسیلون صدای ی میده. اتس. اتس ببینید زد توی آلمانی صدای اتس. اتس یعنی یه سی که قبلش ت ساکنه. اتس. اتس یه حالتی مثل چجوری بهتون بگم، مثلا اتسه کردن، دیدی اما اتس. اتس یه ت بعدش زد، جفتش هم ساکنه، این صدا رو میده. یعنی زد پس تو آلمانی نه صدای ز میده نه صدای س خالی میده، یه صدای سی که کنارش ت هست میده. و 4 تا حرف متفاوت نسبت به زبان انگلیسی که این حروف مثلا بهش میگیم آی اوملات. چه شکلیه؟ یه همون آیه که بالاش 2 تا نقطه داره. به چه شکل تلفظ میشه؟ صدای ا میده. آی اوملات. آی اوملات. او اوملات صدای چی میده؟ او. 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 چه فرقی با او داره با او خالی؟ او. او مثل یه حالت اویی که قبلش صدای او. او اول بگیم بعد او بگیم. او یه حالت اوی کشیده ای صدای اوی کشیده. او اوملات. او. او باز اینم صدای او کشیده ای که مثلا مثل او اولش با صدای میده بعد او، به این شکل او کشیده. او. و صدای است که یه حالت دبل اسی داره، 2 تا اس پشت سر همه. است 2 تا اس پشت سر همه در واقع. خب این هم از حروف الفبای زبان آلمانی. خب میریم سراغ همین صفحه 12. پایین صفحه سمت چپ قسمت گراماتیک رو نگاه کنید. دقیقاً زیر گراماتیک یه جدولی داره. این جدول نوشته ورب کنیوگاسیون، فعل. کنیوگاسیون هم یعنی صرف و نحو. میخوایم صرف و نحو فعل رو یاد بگیریم. ببینید همینجا یه نکته تلفظی من اول بهتون بگم. کنیوگاسیون رو نگاه کنید چجوری تلفظ کردیم. دقیقاً حروف رو به همون شکلی که بود تلفظ کردیم. حواستون باشه اشتباهی مثل انگلیسی نگید مثلا قاطی کنید با هم دیگه کنیوگیشن، تی و آی و او ان آخر کلمه رو بیاید چه تلفظ کنید. حواستون باشه تلفظ آلمانی با انگلیسی کاملا متفاوته و اتفاقا از جهاتی آلمانی خیلی هم راحت تره، به خاطر اینکه حروف به همون شکلی که هست معمولا تلفظ میشه. دیدی توی انگلیسی ای آخر کلمه خونده نمیشه معمولا، ولی توی آلمانی ما اون ای آخر کلمه هم میخونیم و یه سری حروف کنار هم یه صداهایی میده که حالا بعداً با هم آشنا میشیم، اونها هم یاد میگیریم. ولی معمولا حروف در زبان آلمانی به همون شکلی که هستن تلفظ میشه. خب حالا اینجا اومده فاعلای مفرد رو اول نوشته. ایش، دو، زی، اق، زی. معنی اینا رو اول بهتون بگم. ایش به معنی منه، همون آیه انگلیسی که به معنی منه اینجا میشه، تو آلمانی میشه ایش.
تو میشه دو. زی با اس بزرگ، حواستون باشه با اس بزرگ، نه به خاطر اینکه اول جمله نوشته بشه، در هر جای جمله زی با اس بزرگ باید نوشته بشه اگر به معنای توی مؤدبانه باشه. یعنی ما به کسی نتونیم بگیم تو، مؤدبانه بخوایم بگیم باید بگیم شما دیگه، حتی اگه اون فرد مفرده ولی مؤدبانه تو زبان فارسی هم ما بهش میگیم شما. توی زبان آلمانی به همین شمایی که ما داریم مؤدبانه میگیم ولی برای شخص مفرد استفاده میکنیم میشه زی. زی که با اس بزرگ نوشته میشه به معنای شمای مؤدبانه مفرد هست. پس حواستون باشه. و بعدی اق و زی. اق به معنی اوی مذکر، همون هی زبان انگلیسی. توی زبان انگلیسی او مذکر میشد هی دیگه، اینجا توی زبان آلمانی میشه اق. و زی با اس کوچیک به معنی او مؤنث. توی زبان انگلیسی میشه چی؟ شی. توی زبان آلمانی میشه چی؟ زی. پس حواستون باشه. حالا میریم صرف فعلا رو یاد بگیریم برای این فاعل ها. مثلا توی زبان فارسی میگیم من هستم، تو هستی. حالا میخوایم بدونیم زبان آلمانی به چه شکله. چی اضافه میشه آخر فعلمون، یعنی آخر ریشه فعلمون. ببینید اول اینکه فعل یه حالت مصدری، ما توی زبان مثلا فارسی توی همه زبان ها فعل ها مصدر طور دارن دیگه. مثلا الان فعل آمدن مصدره. خب ما میخوایم صرفش کنیم چی کار میکنیم؟ اون نون آخرش رو حذف میکنیم، ریشش میشه آمد. حالا به اون آمده میایم پسوند اضافه میکنیم برای فاعل هامون. توی زبان آلمانی هم به همین شکله. الان آمدن توی زبان آلمانی میشه کومن. خب این مصدرمونه کومن. علامت مصدر چیه؟ توی زبان آلمانی ا و ان آخر ریشه فعل میشه مصدر. وقتی ا و ان به آخر ریشه فعل اضافه بشه مصدر در زبان آلمانی ساخته میشه. الان اینجا کومن مصدره. خب حالا میخوایم مصدر رو صرفش کنیم، باید چی کار کنیم؟ باید حالت مصدر طور خارجش کنیم، یعنی تبدیل به ریشش کنیم. اون ا و ان که حرف پسوند سازه رو از آخرش برداریم، ریشه میشه چی؟ میشه کم. حالا با کم بیایم صرف کنیم برای فاعل های مختلف. ایش کمه، پس برای ایش به آخر فعلمون ا اضافه میشه. اینجا رو یه نکته رو در نظر داشته باشید که ما فعل کلا دو دسته فعلا داریم. دو دسته رو بهتون معرفی کنم. یکی فعل‌های قاعده‌مند و فعل‌های بی‌قاعده. فعل‌های با قاعده به چه شکله؟ فعل‌های با قاعده فعل‌هایی هستند که وقتی ما علامت مصدر رو از آخرشون حذف می‌کنیم، اون ریشه فعل برای صرف فعل به حالت دست نخورده باقی میمونه. یعنی اصلا اون حروف مثلا صدا داره داخل کلممون هیچ تغییری نمی‌کنه، یا هیچ حرفی توی ریشه فعلمون هیچ تغییری نمیکنه. فقط میایم به آخر ریشه فعل علامت‌های برای صرف فعل بهش اضافه میکنیم. اینا میشه فعل‌های قاعده‌مند. ولی فعل‌های بی‌قاعده چیه؟ فعل‌های بی‌قاعده فعل‌هاییه که وقتی ما علامت مصدر رو از آخر فعلمون حذف میکنیم، اون ریشه فعل وقتی میخوایم صرفش کنیم برای بعضی از فاعل‌ها مثلا مثل دوم شخص یه سری حروف هم در داخل خود ریشه فعل تغییر میکنه که اونا رو حالا ما باید حفظش کنیم، بعداً با هم آشنا بشیم با اون فعل‌ها هم فعل‌های بی‌قاعده هم بریم جلو همه رو یاد میگیریم. فعلا الان اینجا مثال راجع به فعل‌های قاعده‌منده، مثلا کومن. الان اینجا مثلا ایش برای فعل قاعده‌مندی مثل کومن چی میشه؟ میشه ایش کومه، آخرش ا اضافه میشه. نه فقط برای کومن ها، برای همه فعل‌های قاعده‌مند آخر ریشه فعلمون برای فاعل ایش ا اضافه میشه. برای دو اس و ت اضافه میشه کومست. برای زی با اس بزرگ ا و ان اضافه میشه. حواستون باشه این ا و ان علامت مصدر ساز نیست. فکر نکنید اینجا مصدر ما ساختیم برای زی. نه، این ا و ان پسوندیه که برای فاعل زی نوشته شده. زی کومن یعنی شما میاید. برای اق و زی یعنی او مذکر و مؤنث تی اضافه میشه کومت. اق یا زی کومت. حالا ببینید اینجا الان اینو نوشته ولی حالا جلوتر باش آشنا میشیم. ایت در زبان انگلیسی یادتونه کنار هی و شی ایت هم می‌نوشتن. ایت میشد مثلا این، برای اشیا معمولا به کار میرفت.
الان اینجا هم در زبان آلمانی هم اس جایگزین همون ایت انگلیسیه، اس یعنی ای و اس کنار هم. حالا میریم با اون هم آشنا میشیم. فعلا اینجا همینا رو نوشته. خب فعل بعدی که مثال زده فعل هایسن هست. میخوایم صرفش کنیم. ایش هایسه، دو هایست. یه نکته، مگه ما نگفتیم برای دو اس و تی باید اضافه بشه؟ پس چرا اینجا فقط تی اضافه شد؟ به خاطر این که ما گفتیم است یعنی همون دبل اس، 2 تا اس کنار همه، تلفظش هم صدای همون حرف سه میده. چرا اینجا اس و ت رو دوباره اضافه نکنیم؟ به خاطر اینکه اگر اسم میشه میشد 3 تا اس پشت سر هم. آیا تلفظ میشه 3 تا اس پشت سر هم؟ نه. پس به خاطر اینکه ما این نکته تلفظی رو رعایت کنیم، اصلا اس دیگه آخرش اضافه نمی، وقتی خودش اس داره آخرش دیگه اس اضافه نمی کنیم، همون ت رو اضافه میکنیم. یا مثلا برای زی اگر فعلمون آخرش خودش یه ای داشت، بازم می اومدیم یه ای و انی بهش اضافه می‌کنیم، یعنی میشه 2 تا ای کنار هم. نه، 2 تا ای کنار هم که خونده نمیشه، پس همون میشه یه ای و انی اضافه میکنیم، میشه زی هایسن. یا برای اغوزی آخر هایس ت اضافه شده، هایست. گفتیم برای اغوزی ت اضافه میشه، پس میشه اغزی هایست. حالا میریم سراغ افعال زاین. افعال زاین چی هن؟ یادتونه افعال تو بی در زبان انگلیسی و ام و ایز و آر بود. به معنی چی بود؟ به معنی بودن بود. مثلا میگفتیم I am یعنی من هستم، you are شما هستید. همین افعال تو بی یا توی زبان فارسی همین فعل بودن در زبان آلمانی میشه زاین، افعال زاین که جز افعال بیقاعده قوی هستن. ما باید اینا رو حفظشون کنیم. یعنی چی؟ یعنی شکلشون یه جوره، برای هر فاعل به یه شکل خاصی به کار میرن. مثلا ام که توی انگلیسی برای فاعل آی به کار میرفت. حالا برای آلمانی هم مثلا برای ایش میگیم ایش بین یعنی من هستم، پس برای ایش بین میاریم. برای دو بیست شما تو هستی. زیزیند شما هستید. حواستون باشه این هستید به معنی جمع نیست، یعنی نه که شما چند نفر هستید، مؤدبانه است. همون توی مؤدبانه است که ما مثلا توی زبان فارسی هم برای افرادی که میخوایم رسمی حرف بزنیم باهاشون به شکل جمع حرف میزنیم. اغزی ایست. یا برای همون اسی هم که بهتون گفتم، همون مثل ایت زبان انگلیسی، برای اونم همون میشه ایست. پس اینم از افعال زاین. توی همین صفحه 12 جدول بعدی رو نگاه کنید، یعنی جدول پایین صرف فعل ها. نوشته و فراگه یعنی چی؟ یعنی کلمات پرسشی که با و شروع میشه، یعنی با حرف W که ما و تلفظش میکنیم. خب این کلمات پرسشی چیا هستن؟ کلمات پرسشی مثل خود کتاب نوشته ور به معنی چه کسی. ور پس به چه معنیه؟ به معنی چه کسی. وی چی، چطور، چگونه. و وور یا ووها به معنی کجا. چرا من گفتم وور یا ووها؟ به خاطر اینکه اینو به هر دو صورت تلفظ میکنن. یعنی توی خیلی از مکالمات میبینید که تلفظ میشه وور کومنزی یا ووها کومنزی. درست ترینش بیشتر ووها. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید ای و آر آخر کلمه در زبان آلمانی صدای آ میده. حالا توی این کلمه یه مقدار غیر ملموسانه صدای آ میده، یعنی شما مکالمات و یا حقن ها رو فایل های صوتی رو گوش کنید یه مقدار غیر ملموسانه، یعنی نمیگم واکومنزی، خیلی واضح بیان نمیشه، معمولا به شکل واکومنزی، یعنی یه ای قبل آ میگیره.
به خاطر همین مثلا حالا بعضی جاها هم ما میبینیم که مثلا میگن وارکومنزی، اصلا خیلی به حالت آ تلفظش نمیکنن، ولی کلا او آر آخر کلمات در زبان آلمانی صدای آ به شکل ملموسانه میده. مثلا مثل کلمه فاتا که آخرش همون او آره، ولی ما به شکل آ کامل تلفظش میکنیم، یعنی دیگه نه اون ا رو تلفظ میکنیم نه اون آره رو تلفظ میکنیم، همون آ کامل تلفظ میشه. حالا مثال هایی که زده چیه؟ Wer ist das؟ یعنی آن چه کسی است؟ یا wie heißen Sie؟ یعنی شما چی نامیده میشین؟ هایسن به معنی نامیده شدنه، فعل هایسن به معنی نامیده شدنه. Woher kommst du؟ یعنی تو از کجا میای؟ بعد میریم سراغ بعدی، Aussage. مثلا جواب هایی که میخوایم در پاسخ به جملات و فراگه بدیم یا کلا جملات خبری، خب به چه شکل باید نوشته بشه؟ اول فاعل رو میاریم، بعد فعل رو میاریم، یعنی موقعیت دوم همیشه تو جملات خبری یا جملاتی که مثلا میخوایم کلا همون جملات خبری رو در نظر بگیریم، شامل همه اینها میشه. همیشه فعل میاد موقعیت دوم، همیشه جایگاه فعل در موقعیت دوم ثابته. بعد از فعل هم دیگه بقیه جمله رو می‌نویسیم، اول فاعل رو می‌نویسیم، بعد فعل رو می‌نویسیم، بعد بقیه جمله. ولی نگاه کنید توی همین صفحه 12 تو جدول بعدی نگاه کنید، قسمت دوم فعل اومده به شکل قرمز نوشته، یعنی میخواد بگه جایگاه فعل در جایگاه دوم جمله همیشه ثابته توی جملات. مثلا میگه ich heiße پاکو، من مثلا پاکو نامیده میشم. یا ich komme aus Österreich، یعنی من از اتریش میام. Österreich به معنی اتریشه. به همین شکل. یا مثلا جمله بعدی mein Name ist، یعنی اسم من. mein Name یعنی اسم من. شما هم میخوای بگی مثلا اسم من هست، میگی mein Name ist، بعد اسمتون رو میارید. به همین شکل. پس جایگاه فعل در موقعیت دوم جمله همیشه تو جملات خبری ثابته. خب دوستان، فکر میکنم برای جلسه اولتون فعلا کافی باشه، به خاطر اینکه جلسه اول زبان آلمانی مخصوصا برای کسایی که تا حالا اصلا سمت زبان آلمانی نیومدن، اصلا نمیدونن حروف الفباش چیه، به چه شکل، چجوری تلفظ میشه، یه مقدار جلسه اول اینجوری ممکنه براتون جلسه سنگینی باشه. البته میگم خیلی از مخاطبینی هم که الان دارن این ویدیو رو نگاه میکنن جنبه مرور براشون داره، برای اونا نه، برای اونا خب این ویدیو خیلی ساده است، ولی فعلا برای افرادی که مبتدی هستن برای جلسه اول کافیه. تا ایشالا جلسه بعد رو صفحات دیگر رو که نخوندیم هنوز اونها رو کار کنیم با هم دیگه، به ترتیب پیش بریم و ویدیوهای جلسات بعد یه مقدار طولانی تر از این جلسه است. فعلا میگم این ویدیو چون میخوام که حالا خیلی فشار نیاد برای افرادی که مبتدی هستن، فعلا برای این جلسه کافیه. حتما نکاتو که بهتون گفتم و همه رو نکته برداری کنید توی کتاب، حالا اگر کتاب تهیه کردید یا توی دفترتون حتما بنویسید، مرور کنید، کامل حروف الفبا رو بلد باشید. کلمات هم سعی کنید تمرین کنید که مثلا حروف الفبا تو کلمه چطور تلفظ میشه رو سعی کنید تمرین کنید تا انشالله بریم برای جلسه بعد.